حالتون چطوره؟ ما اومدیم میخوایم بهتون دوباره یه آموزش دیگه بدیم که چطوری نیدو درجه خودش اتوماتیک پرت نکنه. یعنی شما هر موقع بخوای این تیر پرتش کنید. خب الان بهتون نشون میدم. مثلا برم توی بانک نید داشته باشه، مثلا این نیدش باشه. خب ما میریم داخل نید، مثلا واسه شما بیشتریتون تازه کالوفو نصب کردین یا بعضیاتون اینطوری نکن خودش پرت میکنه. و اگه میخواین کلا اسم و کینا من هیچ کار نداشتم دیدین که. خب من الان بزنم بهتون میگم چیکار میکنیم. بچه اول میرین داخل ستینگ، بعد میرین داخل بیزیک، میزنین اول تو سیزن، یعنی همون که تنظیمات ستینگ سیزنهای قبل. میرین داخل بیزیک، گزینه اول از سمت چپ واسه شما، سمت راست ببخشید، یعنی این بخش واسه شما آنه، این بخش واسه شما آنه. شما باید آفش کنین که الان مثل من نید قشنگ بتونه دستتون باشه، باش اسلاید بزنین خودتون پرتش کنین. و ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودین. اگه خوشتون اومد لطفا لایک و ساب کنین. خدا نگهدار.